زندانی به نام ذهن. شاید براتون عجیب باشه، اما این زندان واقعی و بارها ما رو محدود میکنه. این زندان فکریه که خودمون ساختیم و به آن قفل زدیم. بیشتر اوقات خودمون رو در افکار و محدودیت‌هایی گرفتار میکنیم که هیچ اساس و پایه واقعی نداره. تصور کن میخواید یک شغل پیدا کنید یا پروژه خلاقانه رو راه بیاندازید، اما یک صدایی درون شما مداوم میگوید تو نمیتوانی. این صدا در حقیقت زندان ذهن شماست. ما در بسیاری از مواقع به محدودیت‌های خودمون بیش از حد توجه میکنیم. افکاری مانند من کافی نیستم، من خوب نیستم یا هرگز نمیتوانم به هدفم برسم میتونه ما رو از پیشرفت باز داره. اما واقعیت اینه که این افکار فقط در ذهن وجود داره و حقیقت نداره. اگر برایتان سواله که چطور میتوانیم از زندان ذهن رهایی پیدا کنیم، توی کپشن براتون نوشتم.